در این جغرافیایی که ما درباره‌اش صحبت میکنیم، هسته اساسی فرهنگی، خب قومی، زبانی و حتی میشه گفت اقتصادی تاجیک ها بودن و هستن. احتمال تشکیل شدن یک دولت کلان تاجیک ها در این جغرافیا بسیار قوی است. برای همین هر قدرتی که اینجا آمده است و وارد شده است، ها در افغانستان ها در فرارو در آسیای مرکزی، همیشه برای شکل نگرفتن همین حرکت یا وجود آمدن همین دولت تلاش کرده است. چون ما میدانیم در سیاست او یک به اصطلاح مطلب معمول انگلیسی هست که میگن تفرقه کن و پادشاهی کن. چون اگر تاجیک ها همین دولتی که گفته میشه ظرفیتاش وجود اگر تشکیل شده، یک قدرت منطقه‌ای میشه که برای این قدرت ها، برای بازی هایی که اونا میخوان اینجا راه اندازن، این موقعی خودش داره، حرفی خودش داره و با زبان دیگر صحبت میکنه. برای این از قوم هایی که در سطح قبیله‌ای هستن، هنوز مثلا یک دوران میلاد شدن پشت سر نکردن، از لحاظ فرهنگی بسیار پیشرفته شکل گرفته نیستن، ظرفیت های بسیار کلان اجتماعی سیاسی فرهنگی ندارن، مثلا برای تبدیل شدن به یک دولت کلان یا قدرت منطقه‌ای با اونها تکیه میکنن.